سلام دوستای عزیز. ما در چند ماه اخیر تانستم یک سری تغییراتی که شاید در حدود چندین سال همیشه در آرزو و رویای بودم که به خود بیارم نتونستم. حال براتون میگم دلیلی که اخیرا موفق شدم و دلیلی که چند سال من ناکام شدم چی بود. چیزی که یادم میاد تقریبا از 7 سال یا 8 سال پیش که من 13 یا 14 ساله بودم با بعضی کتاب‌های بریان تریسی و بعد از اون با مثلا سخنرانی‌های مثل دکتر فرهنگ ایرانی که هست و یا مثلا ویدیوهای آموزشی که مثلا از آنتونی رابینز هست و یک سری داروین هست در زبان انگلیسی، اونا رو همیشه گوش میکردم و چیزی که نکته که جالب بود همیشه اونا میگن که شما یک هدف بزرگ برای خود تعیین میکنین و بعد برای اون هدف برنامه درست میکنین، تقسیم اوقات درست میکنین و مدت زمانی رو تعیین میکنین و بعد از اون طبق یک تقسیم اوقات بسیار فوق العاده شما در صدد کار کردن و تلاش کردن برای به دست آوردن و هدف هستین. ولی مشکلی که من برای من بود این بود که من همه کارا رو میکردم، هدف خودم مشخص میکردم، تقسیم اوقات خودم مشخص میکردم، همه روی ورقه نوشتن میکردم، بعض وقتا روی اتاق خود میزدم ولی 2-3 روز انجام میدادم، یک هفته انجام میدم، بعد دیگه یادم میرفت، یک قسم دیگه حوصله‌ام نمیشد یا سختی میکرد برای من و بعد مثلا 1 سال 2 سال متوجه میشم بعد سال قبل چی برنامه داشتم ولی هرگز ولی اخیراً کاری که اخیراً کردم این بود که دیگه اهداف بزرگ تعیین نکردم که یا مثلا تقسیم اوقات بسیار فوق العاده که مثلا من روزی باید 15 ساعت یا 12 ساعت یا 14 ساعت بعد درس بخونم. نه، کار قبلا زیاد کردم و این کار ناکام شده بود. جدیدن کاری کردم در هر لحظه زندگی خود مثلا در صبح که از خواب بیدار میشم یک تصمیم بسیار کوچک میگیرم که میدانم همون تصمیم خوب است. بر فرض مثال یک چیزی که من طی چندین سال همیشه در آرزوش بودم که انجام بدم این بود که سرسوری برای نیم ساعت یا 40 دقیقه بیرون برم و دویش کنم. قبلا این کار کردم مثلا برای 1 هفته یا برای چند روز و بعدا دیگه یگان صبح خوابم بیشتر است یا قسمی هوا سردتر است یا اصلا دیگه نمیشه از تخت خواب بیدار شوی و من با مشکل قبلا زیاد روبروشم. ولی کاری که حال میکنم مثلا وقت صبح که از خود بیدار میشم اول پوش میکنم که سر تخت خود بالشم، یعنی بیشنم، برای 1 دقیقه 2 دقیقه نشستم، بعد همون از یک تصمیم کوچک میگیرم که تا تشناب برم و دسترویخ آب بزنم. بعد که دسترویخ آب زدم و تشناب کردم بعد میگم باش یک بار بیرون برم قدم زدن و وقتی که بیرون رفتم برای 5 دقیقه قدم زدم باز میگم باش یک کم بدم و یک کم دویدم بود همون چیزی که 40 دقیقه اون قسمی مثلا با تصمیمات کوچک من انجام میدم. و دلیلی این کاری که ما مثلا اهداف بزرگ و برنامه‌های تقسیم اوقات بزرگ درست میکنیم و انجام دادن نمیتونیم دلیلش بسیار ساده هسته. یک مثال برای دیگه براتون میدم. شما یک کتاب خیلی وقت برنامه دارین که او رو بخونید و یا دوست دارین که او رو بخونید و خوش میو کتاب 500 صفحه هست و شما میدونید کتاب بسیار خوب است و کم سخت هم هست. شما هر وقتی که طرف کتاب روی کمد یا میزتان نگاه میکنید ذهنتان به صورت ناخودآگاه شما را از او کتاب دور میکنه به خاطر که میگه این کتاب بسیار کلان است، این کتاب بسیار پیچیده است، این کتاب بسیار سخت است، این کتاب نمیدانم 500 صفحه هست. 1001 بهانه دلیل براتون میاره که شما همون کار نکنید. این به خاطر است که ذهن ما طور برنامه‌ریزی شده ساخته شده که ما را از خطرات دور کنه، ما را از سختی‌ها دور کنه، ما را از مشکلات دور کنه و میخواد شما راحت باشین. و کتاب خواندن هم خب برای کسایی که عادت کتاب خواندن ندارن کار سختی است. به اون خاطر ذهنتون شما رو کوشش میکنه دور کنه از مسئله. یا مثلا یک کار بزرگ دیگه میخواین، مثلا مسئله یک روز 40 دقیقه دویش، شما کسی که مثلا در اون 10 دقیقه ندویدین 40 دقیقه دویش کار سختیه. وقتی که شما مثلا صبح بیدار میشین و به اون فکر میکنین در ذهنتون ناخودآگاه چی میشه که 40 دقیقه دویدن کار سختیه، من این کار هیچ وقت نکردم، چرا در عوضش نخوابون و ذهنتان شما رو جا به جا مثلا چیزی که شما رو عقب نگه میداره ذهنتان است. ولی وقتی با تصامیم کوچک چطور ذهنتان شما وادار میکنه کار انجام بدید. شما وقتی که مثلا کتاب میبینید شما این تصمیم ندارید که همه کتاب بخونید، بلکه همون از یک تصمیم میگیرید که فقط برین همون کتاب رو باز کنید، 1 صفحه‌شو بخونید یا 2 صفحه بخونید
وقتی شما یک تصمیم میگیرید در ذهنتان، چون ذهنتان قبلا کار زیاد کرده، یک صفحه یا 2 صفحه زیاد خوانده، کار سخت نمیبینه، میگه کار آسان است بریم انجام بدیم. و شما میتونید بریم 2 صفحه رو میخونید، بس باز میشه که یک وقفه بگیرید 2 دقیقه، بعد دوباره تصمیم بگیرید دفعه 5 صفحه بخونید، همینجوری تعداد اضافه تر کنید تا ذهنتون عادت کنه، تواناییش بالاتر. یا هم در خیلی مسائل کارهای دیگه حتما یک بارگی تصمیم نگیرین که کل کار شما باید انجام بدن، کم کم یک تصمیم کوچک بگیرین، چون به هر اندازه که شما تصمیم کلانتر میگیرین یا هدف بزرگتر برای خودتون تعیین میکنین، و همون اندازه شما ذهنتان میترسونین، خودتان از اون چیزی که باید در طرفش برین یک قسم قوه دافعه ایجاد میکنین. من نمیگم که اهداف بزرگ تعیین نکنید، بلکه اهداف بزرگ تعیین کنید، ولی کاری که بکنین این است که باید همون اهداف کوچیک قطع کنین، خرد کنین، بسیار خرد کنین، حتی در حد نیم ساعت باشه، در حد 10 دقیقه باشه برای دفعه اول. بعد وقتی که همون قطع انجام میدیم کار کوچیک، شما فقط به اون بخش از اون 10 دقیقه یا اون قطعه از کار فکر نکنین که این کار چقدر بزرگ است. یا مثلا وقتی یک صفحه کتاب میخواین، به فکر نکنین که شما میخواین همه کتاب بخونید، به فکر کنین فقط شما قصد هم یک صفحه کتاب بخونید برای فعلا. و قسمی هست که باز میتونین مثلا شما حتی کوه هم ذره ذره بکنین و خلاص کنین. برای خودم بسیار چیز اولا جالب بود و یک قسمی واقعا یک سری تغییرات احساس میکنم در وجودم، در ذهنم، در کارهای روزمره من، حتی روی عادتهای من تاثیر کرده و یقینا امیدوار هستم تا 3 ماه آینده شاید یک انسان مثل متفاوت باشم. از چین چیز برای شما هم تمنا میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه برایتان. تشکر.